نتوین یکبوی هوشداری درباره مترسیا بن کفتن انجمن اولهی ناف دولتی د دیتنا رگای کش بود ریشکرنا میکانیزمای درباسکرنا آلیکاری مرووی بو سوریه دریا سینوری را و یا کد هیام کمتریش هفته که بداویت دا. بردف که امیندار گشتی نتوین یکبوی استیوان دوجاریک راگهان اگر که انجمن اولهی ناف دولتی میکانیزمای درباسکرنا آلیکاریان دریا سینور ترکیه را بو سوریه دریج نکه به میلیونان کس لدورن باکر روجاوای سوریه و راستی زیانان ورن. دوجاریک د داخویانی که روزنامه‌وانی دا روزا چهارشنبه راگهاند که او درباره پیوستی بدریشکرنا میکانیزمای زلاله او درباسکرنا آلیکاریان گلکی گرنگه و امکار سروی که دکن و درباره پروژه نتوین یکبوی اگر که بریارا درباسکرنا آلیکاریان نه دریش کردن استیوان تکس کرد که نتوین یکبوی پلانک خواه فریاگزاری هیا و ده همان دمه دا تکس کرد که پروسه گهاندن آلیکاریان دریا برای شر نکاره جه پروسه درباسکرنا آلیکاریان دریا سینور را بگره و دیار کرد که امیندار گشتی نتوین یکبوی انتونیو گوتیرش و بریکار امیندار گشتی کاروبار مرووی و هفریزکار هاورچونه ده تنگاویان دا مارتن گریفز تکزی لسر گرنگی بردوامی و پروسه کرد و تکس کرد که گریفز و کسین که کار دوار مرووی دادکن جنیزیک و روشید شوپینه. هر دوه درباره دا پسپور نافدولتی داخویانیه که دا که پیشکش انجمن اولهی نافدولتی کرن تکس کرن که آلیکاریان دریا سینورا ریگای که سرکهش بو گشتن آلیکاریان بو زیدتری 4 میلیون کس لباکر روژاوای سوریه. همان داخویانی دا دیار کرن که نتوین یکبوی مهانه آلیکاریان لگور بریار انجمن اولهی دگهینه 2 میلیون و 700 هزار سوری دریا سینورا ریجای هشتش صدی جوان جدارو کو جنن. پسپوران تکس کرد که تر ریگاین شونگرج درباسکرنا آلیکاریان دریا سینور را تنه و ده همان دمه دا مترسیا خود درباره برچیبونا کدناف خلقه دا بلاو بویی و خرابونا روشا تندرستی دان نشان و هشداری دان که رواستاندنا پروسه نتوین یکبوی دریا سینور را و ببه صدام روشن مرنه ناوا خلقه دا ورده.